کارل بینز 2 سال داشت که پدرش را از دست داد و مادر او تنها حامی مالی و معنوی او شد. مادر بینز برای سیر کردن شکم پسرش با مکانهای مختلف کار میکرد، طوری که سخت کار کردن مادر انگیزه بسیار قوی در قلب کارل کوچک ما کاشت و او زیاد تلاش میکرد با این انگیزه‌ای که داشت از جمله بی‌ترین شاگردان مکتب خود باشد. در سن 15 سالگی او واجد شرایط امتحان انجینری موتور یا ماشین شد. بعد از گذراندن پروسه امتحان با نمره قبولی وارد مکتب فنی کالوسریه شد. کارل بعد از اتمام دوره‌های آموزشی خود مانند مادرش و مکانهای مختلف شروع به کار کرد. از پیوستن او در شرکت ذوب آهن شروع تا طراحی و دیزاینری ارادجات مختلف برای شرکت‌های مختلف. وجه تمایز او نسبت به دیگر همکارانش این بود او جوان کنجکاو بود و اغلب اوقات در دریاچه افکارش غرق در این بود که در آینده کالسکاها یا گادی‌های اسب نخواهند بود و ماشین‌های خودران جانشین آنها می‌شوند و این فکر تصادفی نبود. کارل بینز در سن 27 سالگی کار خود را ترک کرد و با شراکت با فرد مکانیکی به نام آگوست ریتر شرکت آن خودشان را افتتاح کردند. آقای بینز اغلب اوقات مصروف ساختن ماشین برای خودش بود، ولی به دلیل اینکه شریک تجاری داشت نمیتوانست زیادتر وقت خود را با خودش صرف کند و در کنار آن نمیتوانست هم شراکت خود را پایان دهد، به خاطری که تنها این شرکت منبع درآمدش بود. در این بره از زمان یک دختر به او کمک کرد. نام او بریتا رینگر بود که بعداً همسرش شد. در این وقت فامیل بریتا برای جایزه دخترشان پول ذخیره کرده بودند. بریتا یک تصمیم در سرش خطور کرد. او مقداری از پول را گرفت و حق شریک شوهرش از شرکت را خرید. از این پس شرکت 2 شریک داشت، یک بینز و دیگر بریتا. بینز طی 10 سال آینده 10 شماره ثبت اختراع را از آن خود کرد. حتی بعد از اختراع انبوهی از چیزها باز هم شرکت پولساز نشده بود. حالا کارل بینز میخواست چی کاری را انجام دهد؟ او شروع به فروش آیسایس شرکت کرد تا اینکه آخر از آن شرکت 5% حق آن میشد و با تصمیم هیئت مدیره جدید کارل در یک سمت بسیار پایین شرکت مسئول انجام وظیفه شد. ولی دیری نگذشت بینز با رویه وحشی خود از شرکت استفاده داد، چون میدانست با ادامه دادن این شغل نمیتواند به مقام رویایی خود برسد. دوباره کارل بینز از صفر شروع کرد. بعد از گذشت چند هفته بینز با 2 برادر ملاقات کرد به نامهای مکس روز و فردریک ویلیام. هر دو صاحب یک دکان بایسکل فروشی بودند و بینز با شریک شدن با آنها یک کمپانی جدید به نام بینز و سیر ساختند. این شرکت داشت پله‌های موفقیت که دور از انتظار بینز بود طی می‌کرد و بینز در آنجا داشت سخت در روی موتور خودش نیز کار می‌کرد. در سال 1885 تا 1887 او یک ماشین خودران را ساخت. نام آن را بینز پنتنیت موتور واگن گذاشت که بیشترین سرعت آن 16 کیلومتر در ساعت بود، اما کنترل کردن این مدل بسیار سخت بود و زمانی که به دسترس تماشای عموم قرار داده شد بعد از حرکت دادنش مستقیم به دیوار برخورد کرد و چاپه شد و این امر باعث کاهش فروش آن شد. در سالهای بعدی یعنی 1888 آنها مدل دومی را ساختند و بعد از 2 سال مدل سومی را. خانم آقای بینز بریتا مطمئن بود که مدل سومی بسیار خوب است و فروش آن نیز زیاد خواهد بود و باید این مدل به دسترس تماشای عموم قرار گیرد، ولی بینز آماده به انجام این امر نبود. او میدانست اگر این مدل کنترلش را از دست خارج شود دوباره نمیتواند آن را به فروش برساند. از این جهت آن را به نمایش نگذاشت. بعد در 4 آگوست 1888 بریتا یک تصمیم گرفت. شب بریتا مخفیانه رفت پیش 5 فرزندش و بعد به گوش 2 تنشان بعضی چیزها را گفت. سپس دوباره آمد و پیش شوهرش خواب شد. حالا بریتا میتوانست یک کار بسیار بزرگ را رقم زند. آن روز بریتا 2 فرزندش یعنی ریچارد و یوجین را گرفت و ماشین و مدل سومی را بیرون آورد. سپس روشنش کرد و به سمت خانه مادر خود روان شد که 106 کیلومتر دورتر از آنجا بود. وقتی یک جمعیت بزرگی از مردم او را با آن شی ناشناس در روی جاده دیدند مثل ارواح همراه سر و صدا شروع به دویدن کردند. هیچ یکشان نمیدانست این شی در حال حرکت در روی جاده چیست و هیچ اسب هم با آن وصل نبود. اما خانم بینز هنوز برای خود ادامه میداد. در آن زمان مدل سومی تنها 45 لیتر مواد سوخت گنجایش داشت. بعد از اتمام سوخت بریتا ماشین را روی دواخانه متوقف کرد تا برود برای آن مواد سوخت بخرد. شاید بپرسید
پرسید چرا دواخانه رفت. به این دلیل که در آن زمان پایپ پترولیوم وجود نداشت و برای سوخت باید از دواخانه لگرویان خریده میشد. بریتا بعد از خرید مواد سوخت برای ماشین و استفاده از آن شروع به ادامه دادن راه خود کرد. جالبیت کار این بود که در آن دواخانه‌ای که میشد از ماده لگرویان یا مواد سوخت خرید کرد، امروزه از آنها با عنوان اولین پایپ پترولیوم ها یاد می شود. جدا از این که باید بریتا از راههای خراب با ماشین عبور میکرد، بعد از طی کردن چند کیلومتر باید از چرمی که از کفاشی تهیه کرده بود برای ترمیم مجدد بریک‌ها استفاده میکرد، به دلیل اینکه بریک‌های ماشین از چوب ساخته شده بودند و برای جلوگیری از شکستن آنها این کار الزامی بود. سرانجام بریتا بعد از سپری کردن 12 ساعت طاقت فرسا ولی لذت بخش 106 کیلومتر با این ماشین طی نبود. بعد از رسیدن به مقصدش برای شوهرش با تلگراف خبر داد. من به خانه مادرم رسیدم. با فامیلیش که بنز هم در آن روز پیش بریتا رسیده بود، با همان ماشین مدل سومی به خانه خود آمدند. این سفر باعث افزایش سود در تجارتشان شد و در ادامه این جریان ها بریتا برای بنز از تغییر دیزاین بریک های ماشین در طول سفر گفت. خب بریتا با انجام دادن این کارها لقب اولین زن که توانست اختراع شوهرش را مشهور کند از آن خود کرد. چنانچه گفته شد این کار باعث بخشیدن شهرت بسیار زیاد به شرکت و بهبود بعضی از قطعات آن شد و این مدل را نیز پرفروشتر نسبت به آن زمان ساخت. در سال 1899 تعداد فروش این ماشین‌ها بسیار زیاد شد، به این دلیل که در آن زمان رفت و آمد با اسب صورت می‌گرفت و تنها ثروتمندان توان استفاده و خرید آنها را داشتند. در آن زمان شرکت بنز پولساز شده بود و توانسته بود به هدف اصلی خود برسد، اما در آن بره زمانی یک قول موتورسازی دیگر هم در حال پیشرفت و رقیب اصلی کسب و کار بنز بود. نام آن هم دایملر موتورینگ گسلشافت بود. این شرکت دو شریک داشت، یکی گوتلیب دایملر و دیگری هم ویلیام مایباخ. هر دو آنها انجینر بودند و دایملر یک تاجر بسیار خوب نیز بود. دایملر می توانست نهایت سود را از تجارت خودشان بکشد، اما کارل بنز از این روش نسبتا غافل بود. سپس شرکت دایملر موتورینگ مدل جدید ماشین خود را ساخت که به نام HP35 نامگذاری شد و در این جریان سرکله آقای به نام امیل جلیک پیدا شد و طرحهای پرسودی برای شرکت پیشنهاد کرد و در صورت قبول دو شرطش برایشان این طرحها را می گفت. شرط اول این بود موتور باید بهتر از سری قبلی خود باشد. شرط دومی هم این بود که باید نام دخترش به عنوان نام این ماشین انتخاب شود و نام دخترش هم مرسدس بود. صاحبان شرکت دایملر موتورینگ با در نظر گرفتن شرایط آن زمان به شروط او مورد تایید زدند. بعد از این اوضاع اقتصادی آلمان از قبل هم داشت بدتر میشد و تنها یک راهکار برای شرکت‌های بنز و دایملر مانده بود، آن هم اقدام هر دو شرکت رقیب. در صورت یکجا شدن این دو شرکت میشد از مشکل اقتصادی هر دویشان رهایی بخشند، در غیر آن صورت موتورهایشان به فروش نمیرسید. سرانجام هر دو شرکت راضی به اقدامشان شدند. نام این شرکت جدید هم بنز و دایملر شد. بعد از آن هر ماشین جدید با بازار عرضه میشد به نام مرسدس بنز بود، مانند سری‌های اس، اسسک و غیره. طراحی تمام این ماشین‌ها توسط یک شخص انجام می‌گرفت. آن شخص کسی نبود جز فردیناند پورشه. امیدوار هستم نام پورشه را شنیده باشید. کارل بنز در اپریل سال 1929 وفات کرد، زمانی که تنها 84 سالش بود و بعد از آن هم پیشوای بزرگ آلمان آدولف هیتلر ظهور کرد. هیتلر مرسدس را زیاد دوست داشت، حتی به عنوان ماشین شخصی خود از آن استفاده می‌کرد. هیتلر می‌خواست با جهان بفهماند که شرکت‌های ماشین سازی آلمان بهترین ها اند. او همچنان یک موتور مسابقه‌ای به این شکل به شرکت دایملر بنز داد. در آن زمان ماشین‌های مسابقه‌ای با سر و صدای وسیعی در جهان ظهور یافتند و بنز یکی از شرکت‌های ساخت موتورهای مسابقه‌ای بود. این شرکت آن زمان طراحی و تولید موتورهای مسابقه‌ای با کیفیت و قدرت بالا جایگاه عالی در این عرصه کسب کرده بود. در این جریان یک رقیب هم داشت به نام آتو یونین که این هم نیز از شرکت‌های کشور آلمان بود و در سال 1939 در اوایل جنگ جهانی دوم ساخته شده بود. در جریان جنگ جهانی دوم هیتلر دستور داد که بیشتر شرکت‌ها تنها وسایل ضروری را برای ارتش تولید کنند که این دستور باید توسط شرکت دایملر بنز هم اجرا می‌شد و آنها نیز از تولید محصول اصلی خود دست کشیدند و شروع به ساخت بس‌ها و رادارات نظامی برای ارتش کردند. در این وقت هیتلر از کمپانی دایملر بنز خواست تا بس‌های زیادتر تولید کنند. بنابر کمبود کارگر شرکت تبلیغ برای جلب و جذب زنها نمود، ولی دیری نگذشت که نیروی
مورد نیاز شرکت باز هم تامین نشد. بنابراین تصمیم گرفتند از زندانیای یهودی برآبرداری کنند. در آن زمان 63,000 زندانی در شرکت بنز در حال کار کردن بودند. زمانی که آلمان در جنگ جهانی دوم شکست خورد، تصویر حقیقی این کمپانی‌ها هم بسیار در نزد جهانیان خراب شد. دلیل آن هم برآبرداری از زندانیان بود. بعد از جنگ جهانی دوم، رؤسای شرکت بنز شروع به بازسازی تصویر حقیقی که این شرکت قبل از جنگ جهانی دوم داشت کردند و این کارشان نیز نتیجه مثبت داد. اگر من از فروش موتورهای بنز در سال 2023 برایتان بگویم، حدود 1.8 میلیون موتور در سرتاسر جهان به فروش رسانده است. همچنان کمپانی بنز بعد از جنگ جهانی دوم ماشین‌های لوکس را یکی پس از دیگری به بازار عرضه کرد، مانند مدل‌های دهه 1950، مدل‌های 1960، مدل‌های 1970، مدل‌های 1980، مدل‌های 1990، مدل‌های 2000، مدل‌های 2010، مدل‌های 2020 و غیره. امیدوار هستم از این بسته تصویری خوشتان آمده باشد و برای رونق و بالا رفتن کیفیت کارمان با لایک و سابسکرایب ما را حمایت کنید و در صورت داشتن کدام نظر و پیشنهاد لطف کنید در بخش کامنت شریک سازید.